سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. یه نکته ای رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. زمانی که پکیج دستگاهتون شروع میکنه به نشتی و آب ازش میریزه، سعی کنین در اولین فرصت با یه تعمیرکار هماهنگ کنین که دستگاه رو بازدید کنه، چرا که امکان داره آب بریزه رو قطعات 220 ولت مثل پمپ و باعث بشه که هزینه شما بیشتر بشه. الان اینجا اگه دقت بکنین ببینید این قسمت اورینگ ها خراب بوده، کلیپس ها پوسونده بوده. ببینید الان تمام کلیپس ها پوسیده شده، سنسورها از بین رفته. اینا رو ما عوض کردیم. اینجا آب اومده پایین ریخته روی پمپ رو سوخته و این پمپ تعویض شده و اگر زودتر به دادش رسیده بودن چه بسا پمپ نمی سوخت و فقط با یه آب بندی یا تعویض اورینگ های دستگاه مشکل حل می شد. سپاسگزارم. خدا حافظ شما.